دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. انشاءالله که یک شنبه خوب و عالی رو پشت سر گذاشته باشین. حتما اسفند و دارچین دود کنین دوستان عزیزم. امروز که شنبه است میخوایم یک کم نمک ورداریم برای دور شدن از انرژی منفی، حسادت و دوری از چشم زخم. یک کم نمک ور میداریم، میریزیم در ورودی خونه یا آپارتمانمون که هرچی انرژی منفیه دفع بشه. اگر میتونین صبح که از خواب بیدار میشین یک کم نمک بریزین کف دست راستتون و بگیرین زیر شیر آب قشنگ بشورین که هرچی انرژی منفیه از بدنتون بره بیرون. یک کم نمک بردارین، روش یک بار آیات الکرسی بخونین و بذارین یک گوشه از خونتون که انرژی منفی از خونتون بره بیرون. یک کمم نمک بریزین لبه اجاق گازتون که براتون افزایش رزق و روزی باشه. همیشه رو گازتون غذا باشه، همیشه خونتون پر از عطر غذاهای خوشمزه و خوب باشه. معجزه های نمک خیلی زیاده دوستان گلم، من فقط چند تا رو بهتون میگم. یک کم نمک وردارین، روش یک بار 4 قلو بخونین، بذارین جیب راستتون. این شما رو از هرچی چشم زخم و انرژی منفی دور میکنه. اول هر ماه نمک بردارین، روش 4 قل و آیات الکرسی رو بخونین و بذارین یه گوشه خونتون. یه نصف قاشق چای خوری بسته دوستان. نمک یک محافظ خیلی جدیه که هرچی انرژی منفیه از خونه دور میکنه. باورتون نمیشه که نمک یک محافظ نامریه که اگه بذارین یه گوشه از خونتون هیچ وقت چشم نمیخورین، هیچ وقت کم نمیارین، هیچ وقت مریض نمیشین. از چشم زخم و بدشانسی شما رو دور میکنه. یادتون باشه همیشه جمعه ها نمکدون خونتون رو پر کنین که براتون فراوانی و رزق و روزی و برکت فراوون بیاره. باورتون نمیشه که نمک هرچی انرژی منفیه ازتون دور میکنه، از خودتون و خانوادتون. اگر کف دست چپت خارید، سریع یک کم نمک بریز توش و بگیر زیر شیر آب، بذار بره، بذار خارشش بیفته. چون که اگه کف دست چپتون خارید یعنی پول از دست میدین. اگر کف دست راستتون خارید یعنی که پول میاد تو خونه زندگیتون، ثروت میاد تو خونه زندگیتون، رزق و روزی فراوون میاد تو زندگیتون. این نشونه ها تصادفی نیست دوستان. کف دست وقتی بخاره یک پیغامی از طرف خداست. کلید خونتون رو ور میداری، تو دارچین میریزی، یه ذره دارچین میریزی روش. این باعث میشه رزق و روزی فراوون بیاد تو خونتون، چون دارچین نماد ثروت و فراوونیه. اگر همسرتون بددهنه، همیشه با هم دعوا دارین، همیشه با هم قهرین، اصلا دوست ندارین با هم حرف بزنین، یه آیه میگم اینو بخون، انشاءالله که هرچی بدی و هرچی بد اخلاقی و قهر و دعواز از خونتون دور میشه و شما با هم به خوشی و خوبی زندگی میکنین. آیه 28 سوره رعد و حتما هر شب بخون. 2 سوره قوی میخوام بهت بگم که کلید رزق و روزی فراوونه. آیه رزق و روزی و برکت و پول فراوون. 2 تا سوره قوی و خاص و مجربه. هر کس سوره نصر رو 41 روز بخونه، اذا جاء نصر الله و الفتح، از عالم غیب براش رزق و روزی فراوون میاد. هر که سوره نصر رو 41 مرتبه بخونه، از عالم غیب براش رزق و روزی فراوون میاد، فتح و گشایش میاد، برات پول میباره، ثروت میباره. اگر 3 شب
پشت سر هم سوره قدر رو 41 مرتبه بخونی، فت فراوان روزی برات میباره، برکت تو خونه میباره. اگرم مغازه داری، وقتی در مغازه رو باز کردی سوره قدر رو 40 مرتبه بخون. بشین تو مغازت بخون، ببین که چجوری درهای رزق و روزی برات باز میشه، چقدر برات مشتری میاد، مشتری فراوون میشه برات. سعی کنید هر روز سوره یاسین رو بخونید و 10 مرتبه هم سوره توحید رو بخون و باعث فراوانی رزق و روزی و دل خوش و شادی تو زندگیت باش. چون یاسین قلب قرآنه و حضرت محمد سوره یاسین رو برای رزق و روزی و رفع گرفتاری و مشکلات توصیه کرده. هیچ وقت جلوی آینه لخت نشو و اگرم شدی خودتو نگاه نکن، چون برات بدی و نحسی میاره. هیچ وقت گل خشکو تو خونت نگه ندار. دیدی بعضیا گل خوش میکنن تو خونه نگه میدارن، این باعث میشه که هرچی انرژی منفیه تو خونتون جمع بشه، هرچی گرفتاریه بیا سمت خونتون. بس گلای خشکیده رو تو خونه نگه ندار، بریز دور بره. هیچ وقت تو حمام ادرار نکن، چون فقر میاره. اگر تو کفشات یک کم نمک بریزی تا آخر هفته رزق و روزی و برکت برات میباره، فت و فراوون. گر کسی اومد تو خونتون، مهمونی، کسی همسایه‌ای، وقتی که رفت یک کم نمک بریز دور بر خونتون. فراوانی رزق و روزی کافی سوره واقعه رو هر شب بین نماز مغرب و عشا بخونی. جمعه هم که شد سوره صافات رو بخون، سوره زاریات رو بخون. جمعه هم 100 مرتبه سوره قدر رو بخون. 3 چیز که باید حتما همه کس تو خونهشون داشته باشن. اول دارچین که برای رزق و روزی فراوونه، بعد نمک که برای دفع انرژی های منفیه، سومی هم اسپند که برای چشم زخم و چشم نظره. حتما همیشه تو خونتون این 3 چیز رو داشته باشین. یک آیه میگم برای زن شوهرهایی که با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، با هم خوبن، یه دفعه با هم دعواشون میشه، یه دفعه چشم میخورن دیگه، یه دفعه با هم دعواشون میشه، اختلاف پیدا میکنن. این آیه رو بخون، انشاءالله که هیچ وقت تو خونتون دعوا، قهر و جر و بس نمیشه. احساس کردی برکت و رزق و روزی از خونتون یا از مغازتون رفته، یک کم نمک وردار، 4 قل روش بخون، یک بارم آیت الکرسی بخون، بذار یه گوشه از خونتون. این حرکت که نمک رو میذارید گوشه خونتون، رزق و روزی فراوون و برکت میباره از خونت. اسپند دود کنیم. شنبه ها که باید اسپند و دارچین حتما دود کنیم برای دفع انرژی منفی و حسادت و چشم زخم. اگر همیشه بدشانسی میاری، یک کم نمک بردار بذار تو جیبت، ببین هرچی انرژی منفی ازت دور میشه. در شوهرت همیشه باهات لجبازی میکنه، همیشه باهات دعوا میکنه، از جر و بس کردن باهاش خسته شدی، کلافه شدی، حوصله نداری دیگه، از زندگی سیر شدی، نمیدونی چی کار کنی، به حرفت گوش نمیده. یا ودود 41 مرتبه حتما بخون. دوستان عزیزم انشاءالله که یک شنبه خوب و عالی داشته باشین. اگر با من آمنه گیلکی همراه هستی، چنل یوتیوب ما فالو کن. التماس دعا.